تا امروز ما کدام موضوع گذاشتیم خیلی که میگه راهبران کارخانه‌های مسافربری از جانب شهرداری موظف شدند که به رانندگان درس آداب معاشرت آموزند. درس آداب معاشرت با مسافران برای راننده‌های نقلیات جمعیتی هفته 3 بار در نزد کارخانه‌های خصوصی مسافربری گذرانیده شده طول 3 ماه دوام می‌کند. بعد انجام کورس پررأی آموزش رانندگان سنجش می‌سپارند و شهادتنامه درس آداب را دسترس می‌کنند. تصمیم آموزاندن درس آداب معاشرت برای رانندگان بر پای شکایت زیاد مسافران گرفته شده است. بهاره ذوالفقار دانشجوی سال 5 دانشگاه طبی است. او هر صبح از خدمت نقلیاتی مسافرکشی استفاده می کند و بارها با رانندگان وارد جنجال شده است. او حتی بار به بازرسی دولتی اتومبیلی نیز شکایت برده است. در درون маршрут موسیقی به حد بلند بود. آدم‌ها راننده نمیشنود. وقتی که ما شخصا گفتیم که در نزد انفекسیون بالینسا دم ممکنه وای نشنوید گپی ما. وقتی ما بوجه بلندتر گفتیم داد زدیم که ممکنه بعد وقتی من کدک وای نه برای طرف ما گشت گفت که برعکس که آوازتون یک جاتون میبره گفت ما وای کدک قطعی جنگ کرد حقارت کرد. مسئولان اداره خدمات نقلیات نیز شکایت ها را تصدیق می کنند و می گویند که همه روزه شهروندان از دغلی رانندگان به خصوص در مارشروتکه ها شکایت دارند. این باعث گشته است که برای رانندگان درس آداب آموخته شود. از طرف شهروندان محترم ما اویدی خدمت رسانی نقلیاتی عرض شکایت می شود. در کارخانه در جایش یعنی دعوت کرده می شود. راهبر خودی همون کارخانه و جمعیت نقلیاتی با یک جایگی خودی همون راننده و چپتچینی که در همون این یون وسای نقلیات کار میکند دعوت کرده می شود. در حضور خودی همون شکایت کننده بررسی کرده می شود. کارهای فهماندگی می شود. در حالت یک بار دو بار تکرار کردن همین حالت ما راننده را از خط سیر پیش میکرده می شود. جاری شدن درس های آدابنامه را بیشتر رانندگان یک سرباری علاوگی می دانند. زیرا به قول آنها مسافرانند که با رفتار بد خود راننده را به جنجال تحریک می دهند. ما با مسافران بحث می شویم یا برای 20 درهمی که ما دادن نمیتونیم یا برای در جای منک و ایستگاه منک ما نمیکنیم. خصوصا در گردش قربالا ممکن نیست ما من نمیکنیم با ما هم جنگ میشوند گپ‌های قبیح گام میزنند. ناحرمتی بسیار با ما از طرف مسافران بسیار ناحرمتی است با ما. برای تعلیم درس آداب معاشرت و مدنیت شهرداری به راننده ها استادان دانشگاه ها نیز دعوت می شوند. موضوع محمد علی که برای رانندگان خطسیر 25 درس آداب معاشرت با مسافران را می آموزد می گوید برنامه آنها بیشتر از تجربه کشورهای رشد کرده گرفته شده است. تعریف نشود لیکن چند نفر علاقه گفتند که راننده ها خوش معامله شدند. باز این وقت نشان میدهد. هرچند آموزش درس آداب معاشرت با مسافران حالا تنها با صاحبان مسافربرهای خرد یا مارشروتکه ها ربط میگیرد، ساکنان میگویند که این گونه درس ها باید با رانندگان اتوبوس و ترولیبوس ها نیز گذرانده شوند، زیرا بعضی راننده ها با پرسنلانی که از حق استفاده رایگان نقلیات برخوردارند و یا پول ندارند اجازه ورود نمیدهند و یا از آنها فرار میکنند. مرحله اول درس‌های آداب معاشرت با مسافران ماه مارس نتیجه گیری می شوند و مقامات می گویند که تنها بعد از این می توان درباره مؤثر بودن لایحه چیزی گفت.